گفته هر دانش آموزی سالم یا مریضه. فرض کنید اگه دانش آموزی امروز سالم باشه فردا احتمال سالم بودنش 95%. پس امروز سالم باشه فردا 95% سالمه، پس میمونه 5% احتمال داره که چی بشه؟ مریض بشه. اونی که امروز مریضه فردا احتمال مریض بودنش، یعنی که مریضیش ادامه پیدا کنه، چقدره؟ 55%. حالا گفته امروز 20% مریضن. 20% مریضن، پس از کل بچه ها چند درصد سالمن؟ 80%. سوال آخرش چی گفته؟ احتمال این که چند درصد فردا مریض باشه. اینا سالمن، پس میشه 80%. کیا؟ 80% سالما. سالما احتمال این که فردا مریض بشن چقدره؟ 5%. پس میشه 80% 5%، که میشه 400 یا 4%. اونایی که مریضن 20%، یعنی 20%. اونی که مریضه احتمال این که فردا هم مریض باشه چقدر؟ 55. پس میشه 20% 55%. که اگه این با این ساده بشه میشه 5، این با این میشه 11، میشه 11% یا 11%. پس از اونایی که امروز سالمن 4% احتمالا فردا مریضن، از اونایی که امروز مریضن 11% فردا احتمالا مریضن. جمع اینا میشه چند درصد؟ 15%.